در بهمن ماه سال 1404 ایران یه قطعی 12 روزه اینترنت بین‌الملل رو تجربه کرد که توی تاریخ اینترنت ایران همچین سابقه‌ای نداشت که به این مدت اینترنت بین‌الملل به طور کامل بسته باشه به خاطر شرایطی که به وجود اومده بود. اما جای جالب داستان اینجاست که هنوزه با اینکه یه سری از دسترسی‌ها به اینترنت بین‌الملل آزاد شده و اینکه شما دارین این ویدیو رو می‌بینی، هنوز اینترنت به قبل از این قطعی‌ها برنگشته. یه مقوله به وجود اومده به اسم وایت لیست. وایت لیست تعریف سادهش این میشه که تا قبل از این داستان ما یه سری بلک لیست داشتیم، یعنی یه سری سایت ها، یه سری از پلتفرم ها جزء بلک لیست بودن، یعنی یه سری سایت های محدود از دسترس ایران خارج بود. اما الان برعکس شده، یه سری سایت های محدود فقط در اختیار ماست. یعنی چی؟ یعنی یه سری سایت ها اونا اوکی ان، اجازه دسترسی دارید، غیر از اونا کل اینترنت برای شما فیلتره. یعنی شما هیچ دسترسی نمیتونید داشته باشی بدون وی پی ان یا یعنی دور بزنی این پروتکل‌ها رو. اما این داستانا دارم میگم که به چی برسیم. من کار اصلی خودم اینترنتیه، از تولید محتوا توی اینستاگرام و یوتیوب بگیر تا باقی چیزای دیگه. و الان کلی آدم میشناسم تو این یه ماه واقعا ضررهای مالی بسیار زیادی دیدن. نزدیک 10-11 میلیون کسب و کار دیجیتالی تحت تاثیر این قطعی اینترنت قرار گرفت. کل اقتصاد ایران کلی ضرر دید. این قطعی اینترنت باید بگم که در ایران فقط اتفاق نیفتاده. توی کشورهای دیگه به شیوه دیگه، به بهانه‌های دیگه این قطعی اینترنت سراسری هم اتفاق افتاده. چند نمونهش اگه بخوام واسهتون بگم، رکورد داره این داستان قطعی اینترنت هنده. یعنی هزاران بار به بهونه‌های مختلف نتو محدود کرده. بزرگترین قطعی اینترنت رکوردش از هنده، یعنی توی جامو و کشمیر به مدت 200 روز نت بین‌الملل قطع بوده. کشور بعدی افغانستان. دولت طالبان توی سپتامبر و اکتبر 2025 حدود 2 هفته اینترنت کشور رو به طور سراسری قطع کرد. سودان و اتیوپی. در سودان قطعی طولانی مدت به خاطر جنگ و درگیری‌های گزارش شده. تقریبا نزدیک یک ماه برای میلیون ها نفر اینترنت قطع بود. در اتیوپی در جنگ منطقه‌ای اینترنت کاملا قطع یا بسیار محدود بود. میانمار از 2019 تا 2021 در برخی از مناطق اینترنت کاملا قطع بود به همراه محدودیت‌های شدید. آفریقا. گزارش‌ها نشان میده حدود 41 کشور آفریقایی از 2016 تا 2024 بیش از 190 بار اینترنت را قطع کردند، اغلب به خاطر اعتراضات سیاسی یا انتخابات. باقی کشورها مثل روسیه هم محدودیت‌ها یا قطعی‌های مکرر زیادی داشته، یعنی محدودیت هم باز می‌ذاشت. روسیه طبق گزارش‌ها کلاً توی سال 2024 بیشتر از 54 کشور نتشون رو کلاً قطع یا محدودیت سنگینی وارد اینترنتشون کردن. به چه دلایلی؟ اکثرا به دلیل سیاسی امنیتی این حرکت رو میزنن که برای رد و بدل نشدن اطلاعات و رسانه‌ها و حالا باقی موارد. و سازمان ملل هم نسبت به این افزایش این نوع اقدامات هشدار داده خیلی سرش که کنترل اینترنت باعث محدود شدن کسب و کار و دسترسی به اطلاعات و این چرت و پرتا میشه، که واقعا لطف کرده با این چیزی که گفته. اما الان اینا رو گفتن که به کجا برسیم. ببینید شما که روی یوتیوب میخوای فعالیت کنی، چه یوتیوب چه اینستاگرام، کلا هر بیزنس دیجیتالی که توی ایران داری، باید بدونی یه سری تهدیدها، یه سری محدودیت‌های سنگینی روی کارت هست و بدونی که چه اتفاقی قرار بیفته، چه اتفاقی قرار نیست بیفته. یعنی اگه این فضا رو نشناسی، پلن نداشته باشی، ضرر سنگینی رو احتمال زیاد بدی. ببین این هم الان کشور مثال زدم، اما همچنان ایران محدودترین اینترنت جهان رو داره متاسفانه. یعنی شما باید ذهنیتت این باشه که تو محدودترین حالت ممکنی که اینترنت وجود داره تو باید فعالیت کنی. سختی داستان اینجاست، ولی باز من و تویی که کارمونه نباید بیخیال شیم، همچنان باید ادامه بدیم. یه دلگرمی بهتون بدم، حالا یه ویدیو اینجا پیشنهاد میدم ببینید اونو حتما. پادکست من با عماد راجع به آینده اینترنت ایران خیلی صحبت کردیم، اما خلاصه این داستانو بخوام بگم، ببینید علاوه بر این همه محدودیتی که اعمال شده روی اینترنت، بازم خیلیش کار نکرد. ایرانی راهشو پیدا میکنه که متصل باشه. یعنی الان من و تویی که داریم اینجا هستیم در محدودترین حالت ممکنمون ما وصلیم. متاسفانه بعد از هر اتفاقاتی به این شکلی که توی کشور افتاده، یه محدودیت جدید روی اینترنت اعمال شده. همین پلتفرم یوتیوب توی سال 88 به دلیل آپلود ویدیو اعتراضات و اون اتفاقایی که اون سال افتاد فیلتر شد. تلگرام به دلیل عجیب غریب تر جلوتر اومدیم، روی اینستاگرام 401 دقیقاً به همین دلیل فیلتر شد. الانی هم که همه چی فیلتره، محدودیت جدید چی بود؟ وایت لیستی بود که بهتون گفتم. اما نکته که هست، تکنولوژی منتظر محدودیت و فیلترینگ نمیمونه. یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا تا 2 سال آینده ممکنه همگی گوشیامون یه قابلیتی پیدا کنن که به نت استارلینک وصل شه بدون 100 میلیون دیشی که استارلینک داره. میدونید واقعا نمیشه پیش بینی کرد دنیای تکنولوژی. و یه مثال دیگه که من تو همین یوتیوبم چند وقت پیش روی پیجم زدم، پیج موین استودیو، اینجا میاد فالو کنید حتما، اینه که روی ویدیوها دوبله فارسی و انگلیسی اضافه شد. یعنی ممکنه تا سال دیگه همه محتواها بین‌المللی باشه. چون من که الان دارم فارسی باهاتون صحبت میکنم، یه دکمه میزنیم میشه انگلیسی. اتفاقایی که توی دنیای
اینترنت آزاد میفته و اینترنت بین‌الملل میفته، خیلی آپدیت‌های سنگینی میاد و تاثیرگذاره روی کار من و شما. خلاصه صحبت اینه که این محدودیت اینترنتی به نظرم تا 1-2 سال آینده است. یکم سختی الان ما باید به جون بخریم تا بگذره، تا اون اینترنتی که حق مردم ایرانه به دستمون برسه که مطمئنم میرسه. پس نتیجه میگیریم الان ناامید نشید. الان شرایط سختی هممون داریم، اما باز باید ادامه بدیم با قدرت بیشتری به نسبت قبل. اما بیشتر من هدفم این بود که آقا شمایی که کانال داری، شمایی که یوتیوبری، تو این اتفاقا چه کارایی دست تو برمیاد. ببینید در کل که سیاست تصمیم گیری که اینترنت چه اتفاقی واسش بیفته، تصمیمش از دسترس من و تو خارجه. یعنی ما باید بسوزیم و بسازیم و پیش بریم با این تصمیم ها. اما حالا ما در نظر میگیریم که نهایت یه قطعیت چند روزه دوباره روی اینترنت اعمال شه اگر جنگی به وجود بیاد. میدونید من هیچ وقت فکر نمی‌کردم که کار من وابسته به خوندن اخبار باشه. میدونی از اتفاقایی که داره میفته، از مذاکرات، از جنگی که معلوم نیست بخواد بیفته یا نه، میدونی همه اینا تاثیرگذاره. حالا ما در نظر بگیریم که آقا همین وضعیت اینترنت بمونه، میدونی حالا به زور دنگ و فنگ وصل میشی، ولی وصل میشی. من که تو محتوا میکنم چیکار کنم تو یوتیوب؟ اول از همه که من خیلی ها الان که تازه میخوان بیان یوتیوب رو شروع کنن، حالا اونایی که بیزنس ندارن دنبال موضوعن، من یوتیوب انگلیسی رو بهشون به شدت پیشنهاد میدم. یوتیوب شورتس، یوتیوب انگلیسی، با کمک AI بیا محتوا بساز. میدونی اولین پیشنهادم اینه. چرا؟ چون که پتانسیل خیلی خیلی بیشتری نسبت به یوتیوب فارسی داره. یوتیوب فارسی که با این همه اتفاقات دست و پنجه داره نرم میکنه، از کم شدن درآمد و از مقدار درصدی که باید از درآمدت به شرکت‌های MCN بدی، میدونی همه اینا تاثیرگذاره. پیشنهاد اولم اینه که شما شروع کنید به تولید محتوای خارجی، یوتیوب انگلیسی زبون، مثلا یوتیوب بدون زبون که کل جهان ببینن ویدیوهای شما رو. پیشنهاد اولم اینه. حالا اگه درخواستتون زیاد باشه یه سری ایده ها و موضوعاتی که CPM RPM بالایی دارن و من یه ویدیو میسازم بهتون میگم، حتما اگه خواستید توی کامنت ها بهم بگید. اینا حالا واسه کسایی بود که موضوع نداشتن، ولی کسایی که موضوع داشتن، مثلا بیزنسشون روی یوتیوب، تعداد فعالیتتون باید بیشتر باشه. یعنی به نظرم حداقل 2 برابر قبل شما باید بیای وقت بذاری ویدیو تولید کنی. هم تعداد ویدیوها باید بره بالا، هم ویدیو باید سیو داشته باشی. یعنی چی؟ یعنی حداقل بین 3 تا 7 ویدیو تو حاضر آماده داشته باشی واسه آپلود. این پلن واسه یوتیوب خارجی هم خیلی تاثیرگذاریش بیشتره. یعنی اگر یهویی باز 2 هفته اینترنت قطع شد، تو ویدیو داشته باشی، آپلود کرده باشی، اسکیجول کرده باشی که تو نباشی هم باز ویدیوهات خودش خودکار آپلود بشه و بره واسه مخاطب خارجی زبونه. واسه کسایی که موضوعشون یعنی مخاطبشون اودینس داخل ایرانه، یعنی اونا هم اینترنتشون قطعه، واقعا کار خاصی نمیشه کرد. میدونید یعنی دست و بال هممون بسته است. اگر بیزنسی داری که خیلی حیاتیه واسه شما، باید یه سری راههای ارتباطی دیگه با مخاطبات داشته باشی، از شماره تلفن، زنگ زدن. میدونی واقعا 12 روز بدی بود. یعنی من هر چقدر میخوام بیام راهکار بگم میبینم مثلا نمیشه، اصلا میدونی هیچ کس اون حال و حوصله قبلو نداره، ولی امیدوارم هر چه زودتر این داستان ها اوکی بشه. برگردیم به موضوعمون. وقتی میگم همه تخم مرغ رو توی سبد نذار، یعنی صرفاً وابسته مثلا درآمد دلاری نباش. شما بیا کارهای دیگه‌ای در کنارش کن. شما بیا پروداکت لانچ کن، محصول بیا بفروش، خدمات بیا بفروش، مهارت تو به اشتراک بذار، کلاس بگیر، آموزش بده، افیلییت کن، بیا اسپانسر بگیر. این همه کارو من هنوز دارم میگم. یعنی تا قبل از این داستانا من پیش بینی کردم یوتیوب رفع فیلتر بشه که با این اوصاف عمرن رفع فیلتر بشه، ولی باز شما نباید تکیه کنی به یه پلن درآمدی، مخصوصا اگر بیزنسی. پس خلاصه قضیه، اگر امیدوار باشیم وضعیت اینترنت استیبل تر بمونه، شما وقت بذار ویدیوی بیشتری تولید کن، تمرکز بذار روی برندسازی، روی برند شخصیت، تمرکز بذار روی باقی پلن های درآمدی که وجود داره. و به قول معروف الان باید جنگجو باشی، بجنگی، چه واسه خودت، چه واسه آینده، چه واسه کسب و کارت. واقعا ای کاش وضعیت طوری بود که من مجبور نبودم این ویدیو رو میگرفتم، چون که حق ما خیلی بیشتر از اینها بود متاسفانه. اما خودم روی کردم هیچ وقت این نبود که بیام این همه بگم ای کاش این اتفاق میافتاد، ای کاش اون اتفاق میافتاد. نه، میدونی اتفاقی که افتاده متاسفانه، و الان ریاکشن من نسبت به اون اتفاق مهمه، اینکه من الان چیکار کنم. خلاصه قضیه خیلی نگران این محدودیت ها نباشید. به امید خدا این داستان ها از بین میره. اینترنت آزاد حق مردم ایرانه که به دست میاد در هر صورت، و ناامید نشید دیگه. دست از تلاش کردن مخصوصا تو این کشور اصلا نباید بردارید. این ویدیو رو دادم که تو این شرایط کمکتون کنم. توقع حمایت اصلا ازتون ندارم. همین که دیدید امیدوارم استفاده بکنید و همین دیگه. به امید روزهای بهتر. فعلا.